7 عادتی که شما رو تو 10 سال آینده میلیاردر میکنه و آخری از همه مهمتره. 1. به هیچ عنوان به یک منبع درآمد ثابت تکیه نکنید. سعی کنید ورودی‌های مالی مختلفی توی زندگیتون ایجاد کنید. 2. بین 30 تا 50% درآمد ماهیانه‌تون سرمایه‌گذاری کنید. این کار آیندهتون رو تضمین میکنه و در مواقع اضطراری شما رو نجات میده. 3. برای یادگیری همیشه وقت بذارید، چون اگه شما مهارت جدید یاد نگیرین درآمد جدیدی هم ایجاد نمی‌کنید. 4. تو هر کاری که هستین قیمت کارتون رو پایین نیارید. سعی کنید در عوض کیفیت کار رو بالا ببرین و خدماتتون رو بهتر کنید. و 5. از تجملگرایی فرار کنید. پولتون رو برای خودنمایی و پوز دادن به دیگران خرج نکنید. 6. شبکه سازی قوی. افراد ثروتمند خوب میدونن که شبکه سازی و ارتباطات کلید موفقیته. افرادی که شما الان باشون در ارتباط هستین تاثیر زیادی رو آیندهتون دارن. پس با افرادی رفت آمد و رفاقت کنید که موفق هستن و باهوش. و در آخر مهمترین عادتی که امروز ما بهش نیاز داریم آشنایی با هوش مصنوعی و ابزارهای مرتبط با AI هستش که واقعا اینو باید جدی بگیریم. خب حالا به نظر شما کدوم یکی از این عادت‌ها برای موفقیت مالی بهتر و کاربردتره؟ لطفا نظراتتون توی کامنت ها برام بنویسین. خوشحال میشم نظراتتون رو بخونم.